میرزا محمد بن محمد علی آملی کرمانشاهی از شاعران بزرگ ایرانی قرن 13 قمری بوده است. تبار اصلی بیدل از چلو آمل مازندران بوده و از بنی اعمام میرزا علی نقی متخلص به اقبال بود. در ایام شیرخوارگی وی پدرش به کرمانشاه رفت. از آثار وی میتوان به رساله‌ای در عروض و قافیه و مثنوی، عسر و یسر، تحفه الذاکرین، دستان ماتم در مقتل، وقایع صفین در بحر تقارب، ربیعیه در علم صرف و دیوان اشعار در حدود 20,000 بیت اشاره کرد. بیدل در کرمانشاه اقدام به تشکیل انجمن ادبی کرد و شاعران آن شهر را به منظور توسعه ادبیات فارسی به دور خود جمع کرد. بسار شیرازی و سلطانی کرمانشاهی از هم اسران بیدل بودند. بیدل بعد از پدر به سررشته‌داری و مباشرت آتشخانه نظام در کرمانشاهان رسید، اما به خاطر دارا بودن طبعی روان و خلقی نیکو و استادی در فن شعر، کرهای قاجاریه از او فراوان نام بردند.